سلام، به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز با یک آموزش دیگه همراه شما هستم. آموزش یک چیزکیک شکلاتی بدون نیاز به پخت که بسیار طعم دلپذیری داره. بریم که با هم این کیک رو آماده کنیم. در ابتدای کار ما برای لایه زیری کیک نیاز به 200 گرم بیسکویت اورئو داریم و این بیسکویت رو باید کاملا با اون کریمی که وسط گلاس داره با هم کوک بکنیم. اگر که بیسکویت اورئو در اختیار نداشتید میتونید از بیسکویت ساده استفاده بکنید. من در اینجا برای نرم شدن این بیسکویت حدود 80 گرم کره ذوب شده به اون اضافه کردم. اگر شما بیسکویت اورئو نداشتید و بیسکویت ساده استفاده کردید میتونید 100 گرم کره به اون اضافه کنید. بعد از اینکه مایه زیری کیک ما کاملا آماده شد، اون ظرفی رو که میخوایم روی اون کیکمون رو درست کنیم قرار میدیم و یک رینگ به اندازه حدود 20 تا 22 سانت یا دیواره قالب کیک روی اون ظرفمون قرار میدیم و مخلوط بیسکویت ها رو که کاملا به شکل خمیر در اومده در اون قالب میریزیم و با ته یک لیوان یا هر ابزاری که برای صاف کردن این مواد داریم اون رو کاملا فشرده و صاف میکنیم و به مدت 10 دقیقه تا 1 ربع در یخچال قرار میدیم تا کاملا خودش رو بگیره و سفت بشه. خب حالا نوبت میرسه به لایه دوم، یعنی لایه پنیری ما. برای آماده کردن اون نیاز به 500 گرم پنیر ماسکارپونه ترجیحاً یا اگر نبود پنیر خامه‌ای داریم. اون رو با قاشق من مقداری از هم باز کردم، بعد با همزن میزنم تا کاملا اون قسمت‌های سفتش از هم باز بشه و حالت خامه‌ای پیدا بکنه. بعد از اون حدود 250 گرم شکلات 70% رو که در مواد قرار داره به روی قابلمه آب جوش قرار دادم تا شکلات کاملا نرم بشه و شکلات رو به اون پنیرمون اضافه کردم. کاملا دقت بکنید این شکلات یه مقداری باید سرد شده باشه. شکلات داغ رو هیچ وقت به پنیر خامه‌ای سردتون اضافه نکنید چون اینا با هم مخلوط نمیشن و گوله میشه و پنیر خامه‌ایتون هم کاملا به دمای محیط رسیده باشه، یا اینکه اون رو هم میتونید کمی با حرارت میکروویو یا روی گاز کمی فقط مقداری اون رو به دمای محیط برسونید، نه اینکه اون رو بپزید یا گرم بکنید. این دو مواد رو کاملا با همزن در ظرف با هم مخلوط کردم تا یک ترکیب پنیر و شکلات به وجود بیاد. خب حالا ما 300 گرم خامه رو با 70 گرم شکر در ظرفی جداگانه کاملا با همزن برقی میزنیم تا این مواد فرم بگیره، یعنی یک خامه فرمدار داشته باشیم. اگر شما از شکلات تلخ استفاده نمی کنید و از شکلات معمولی میخواید در این کیک پنیرتون استفاده کنید دیگه نیازی به شکر ندارید و شکر رو باید حذف کنید. خب من در اینجا خامه رو به مخلوط شکلات و پنیر خامه‌ایم اضافه میکنم و مجددا با همزن برقی اونا رو با هم مخلوط میکنم. در ضمن اون مقدار وانیلی هم که در مواد گفته شده لطفاً در مخلوط خامه و شکرتون مخلوط بکنید. من این مواد رو با همزن کاملا مخلوط میکنم و میتونیم این مواد رو روی لایه بیسکویتیمون که قبلا در یخچال قرار دادیم و خودش رو گرفته و کاملا سرد و سفت شده، این مواد رو در روی اون بیسکویت ها میریزیم و کاملا با قاشق صاف میکنیم و دوباره اون رو در یخچال قرار میدیم.
نوبت میرسه به سس روی کیکمون. ما حدود 100 گرم خامه داریم که این خامه رو گرم میکنیم، یعنی خامه وقتی که شروع به حباب زدن کرد از روی حرارت بر میداریم، اون رو در ظرفی میریزیم و شکلات خرد شدمون رو به اون اضافه میکنیم. شکلاتی که در اینجا اضافه میکنیم شکلاتی است که برای سس به کار برده میشه و حدوداً 130 گرم وزن داره. این شکلات شیرینه، باز هم سلیقه‌ای هست، اگر دوست داشتید میتونید از شکلات تلخ استفاده کنید. بعد از چند دقیقه این شکلات در خامه داغ حل میشه، با قاشقون رو هم میزنیم. وقتی به صورت یک سس غلیظ در اومد اون رو روی مواد کیکمون میریزیم و در یخچال قرار میدیم. بعد از حدود 4 الی 5 ساعت کیک ما حاضر و میتونید به هر صورت که دوست دارید اون رو تزیین کنید و میل کنید. نوش جان.